مسافر صلیب شده، عمه تو رو خدا نگاه بکن چقدر غریب شده. عمه جان هی جلوشو میگرفت بی بی زینب که دست عمه رو رها نکنه بره میدون. منو خجالت زده بابای مظلومم نکن، از آغوش عمو حسینم منو محرومم نکن. هی جلوشو گرفته بودم زینب نمیذاش میدون بره. یه نگاه به آسمون کرد، صدا زد کاشکی بیفته به دلش عمو حسین خودش منو صدا کنه. پیدا نمیشه یکی از این پیرمرد دفاع کنه، اما همه اینا تا جای ادامه داشت تا دیدم او زمین گیر شد. یه حرفی زد رهاش کنید، عمومو ول کنید، رهاش کنید، یکم مؤدبانه تر صداش کنید. صدا نالت نمیاد، صدا نالت رو بشنوم، رهاش کنید، یکم مؤدبانه تر صداش کنید، کمتر برای غارتش تلاش کنید. تو رو خدا نگاه به حال روز و بچه هاش کنید.